جناب آقای سیمبا خان وقتی یه چیز رو خیلی دوست داره این مراسم رو و مناسک رو برگزار میکنه، مثل این تیکه تریت خوشمزه. اونو میذاره اونور، قشنگ پرستشش میکنه و بعد میخوردش. این همش مراسم. البته ما هم اجازه گرفتیم که از مراسمشون فیلم برداری داشته باشیم. پرت میکنه میره بالا، بعد دوباره نمیدونه کجا رفت. حالا بریم پیداش کنیم باش.